تقابل دروازه‌بان‌های ضعیف، رمیرو در سبک کاریوس، و لونینی که دبل لایی خورد. و داوید آلابایی که دبل گل به خودی و به نام خودش ثبت کرد. اندریک با گام‌های شبیه به امباپه و البته آینده دار. فرشته نژاد نه وینی بود نه امباپه، بلکه مدافعی که فقط به خاطر برد وارد زمین شد. اما تاکتیک کارلتو همون همیشگی. تقریبا 6 دقیقه مونده تا پایان این مسابقه جذاب. هر جایی از بازی گیر کنه تاکتیکش یه چیزه، انداختن ابرو به بالا و بعدش در تیم ملی برزیل باشه. سال توپ مقابل دروازه گل